سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه میرزیویف و چهار رقیب او درباره انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چرا باید دانست؟ ادوکات خوشنام تاجیک عبدالقیوم یوسفوف در روسیه وفات کرد. پرزیدنت قرقیزستان جزئیات گفت و شنیدها با تاجیکستان را آشکار کرد. بشکک شور و غوغا خست و تاجیکستان بعد 4 روز انتقال نیروی برق را قطع کرد. ازبکستان شرط اساسی برای اعتراف حکومت طالبان را اعلام کرد. در گذشت شیخ اکادمیا و مترجم قانون طب ابالی ابن سینا سعید شهابالدینوف ژان کلود واندام با یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان عکس گرفته است. ساکن لوچوب $40,000 پول ساکن ایسو را 13 سال باز نداده است. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 24 اکتبر در ازبکستان انتخابات نوبتی پرزیدنتی دایر می شود. این علاقه ششمین انتخابات مستقیم پرزیدنتی در ازبکستان است. در 4 انتخابات اول اسلام کریموف غالب اعلان شده. در انتخابات پنجم که ماه دکبر سال 2016 بعد مرگ کریموف برگزار شد، شفقت میرزیویف غالب آمد. برای اشتراک در انتخابات امسال 5 نامزد از 5 حزب رسما ثبت نام شده در ازبکستان نامزدهای خود را پیشبری کردند. نامزدهای مخالفین به انتخابات راه نیافتند. ناظران امور مطمئنند که در بین نامزدها یگان نفری نیست که با میرزیویف رقابت کرده تواند و یا حتی کوشش رقابت کند. بقیه ناظران در چنین شرایط میرزیویف به آسانی انتخابات را خواهد برید. میرزیویف که 5 سال پیش بعد مرگ کریموف به قدرت رسید، توانست در یک مدت کوتاه ایمیج بین المللی ازبکستان را از یک رژیم بهرم سرکوبگر تا پیشرفت اصلاحات در آسیای مرکزی عوض کند. شفقت میرزیویف طبق قانون اساسی برای بار دوم و آخرین میتواند پرزیدنت شود. میرزیویف را که 64 سال دارد، حرکت صاحبکاران و تاجران حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان به پرزیدنتی پیشبری کرده است. میرزیویف در نویه زامن ولایت جیزخ در اویله که از دهه یختن نویه غانچی تاجیکستان به اینجا کوچیده بود و دنیا آمده، دانشکده آبیاری تاشکند را ختم کرده است. او نامزد علمهای تکنیکی می باشد. تا رسیدنش به مقام پرزیدنت، شفقت میرزیویف حاکم ولایت‌های جیزخ و سمرقند و سپس سالهای طولانی سروزیر ازبکستان بود. نامزد دیگری که بعد میرزیویف به طرفداری خود امضای از همه بیشتر جمع آورد، اقتصاددان و زبانشناس 46 ساله علیشیر قادروف نامزد حزب دموکراتی ملی تقلانیش می باشد. قادروف که رهبر این حزب هم هست، دانشگاه ترکیه و سپس غایبانه دانشکده مالیوی تاشکند را ختم کرده در اکادمی اداره دولتی پرزیدنت کار میکرد و حالا معاون رئیس پارلمان. نامزد دیگر بهرام عبدالحلیموف رهبر و نامزد حزب سوسیال دموکرات عدالت 62 سال داشته شرقشناس است و زبانهای عربی و انگلیسی درس میدهد. او دکتر علم پروفسور نایب پرزیدنت اکادمی علمهای ازبکستان بوده. رشته تحقیقات علمیش تاریخ اسلام و تاریخ آسیای مرکزی است. نرزالله آبلومرادوف نامزد حزب اکولوژی ازبکستان 46 سال داشته نامزد علمهای اقتصادی دانشگاه برمینگهم را ختم کرده است و قبلا شعبه نظارت قبولگاه مردمی پرزیدنت را راهبری میکرد. او ماه فوریه سال 2021 رئیس حزب اکولوژی انتخاب شد. مقصوده وارثووا نامزد حزب خلقی دموکراتی ازبکستان که در زمان اسلام کریموف حزب حاکم به شمار میرفت و خود کریموف رهبرش بود، 60 سال داشته ختم کرده دانشکده طبی تاشکند است. او بیش از 30 سال از سالهای 1987 تا 2018 در یک بنگاه طبی در یکی از دهه‌های ولایت تاشکند کار کرده است. اول وکیل محلی بود و در انتخابات اخیر وکیل پارلمان ملی ازبکستان انتخاب شد. طبق قانون‌های ازبکستان تنها حزب‌های رسما ثبت نام شده حق پیشبری نامزد به پرزیدنتی را دارند. یک نفر تنها 2 دوره 5 ساله میتواند پرزیدنت شود. نامزد به پرزیدنتی ازبکستان باید سنش از 35 بالا باشد، آزادانه به زبان دولتی صحبت کند، نه کمتر از 10 سال قبل از انتخابات در حدود ازبکستان زندگی کرده باشد، داغ سودی نداشته باشد، خادم دین هم نباشد. عبدالقیوم یوسفوف ادوکات خوشنام تاجیک
شب 22 و 23 اکتبر در شهر تنبوف روسیه در سن 61 از اورم چشم پوشید. عبدالقیوم یوسفوف 2 سال پیش برای تهیه سندهای نفقه‌اش به شهر تنبوف که چند فرزندش در آنجا کار و زندگی میکنند سفر کرده بود، ولی در این بین به سبب پاندمی کرونا ویروس در روسیه درماند. عبدالقیوم یوسفوف روزهای نزدیک بعد 2 سال مسافرت عزم بازگشت به تاجیکستان را داشت، ولی با امر تقدیر ادوکات شناخته را در تابوت به وطن خواهند آورد. و گفته نزدیکانش انتظار می رود جنازه عبدالقیوم یوسفوف را روز 24 اکتبر به تاجیکستان بفرستند. فریدون یوسفوف پسر حقوق شناس به رادیوی آزادی گفت پدرش چند سال باز از درد دل اذیت میکشید و همین درد سبب مرگش شده است. ولی رحمانبردی کنجایف دوست و همسابق عبدالقیوم یوسفوف گفته است که 2 روز پیش او را با نشانه‌های سرماخوردگی به یک بیمارخانه تنبوف انتقال دادند و گویا او بعد یک باره بالا رفتن فشار خونش جان داده است. عبدالقیوم یوسفوف زاده دهه بسمند نویه غنچه و ختم کرده رشته حقوق شناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان بوده چند سال همچون معاون رئیس کلیگ ادوکات‌های تاجیکستان سپر کار کرده است. عبدالقیوم یوسفوف در چند پرونده پرسر و صدا از جمله در پرونده گنرال غفور میرزایف معروف به غفور صدای، الکساندر صادقوف و خبرنگار BBC اورنبوی عثمانوف به حیث ادوکات اشتراک کرده است. به گفته همکسبانش عبدالقیوم یوسفوف پرونده های را به گردن می گرفت که ادوکات های دیگر جرأت به آنها نزدیک شدن نمی کردند. در مرز قرقیزستان با تاجیکستان 3 موضوع اساسی بحث است که تا 30 سال استقلال این دو کشور حل ناشدنی باقی ماندند. در این باره روز 23 اکتبر در نشست خبریش رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف خبر داد. جباروف که در این نشست از 1 سال رهبریش بر قرقیزستان نتیجه گیری میکند گفت او آماده است که خود همین روز سازشنامه مرزی را امضا کند، ولی نه همه چی از بیشکک وابسته است. این مشکلی است که 30 سال باز حل نشده باقی مانده است. ماه مای من اسناد وابسته به مرز با تاجیکستان را از کمیسیون بین حکومتی طلب کردم. در آنجا 3 مسئله بحثی است: عاید به قطعه تورتکوجا، عاید به راهی که به انکلاو وروخ میبرد و عاید به قطعه های بحثی در ناحیه بادکن و لیلک، ولی از نگاه حقوقی حق به جانب ماست، اظهار داشت جباروف. به گفته پرزیدنت قرقیزستان 3 مارس سال 2009 ادخان مادمورودوف که آن وقت شورای امنیت این کشور بود به پروتکل امضا گذاشت که حالا جانب تاجیکستان بر اساس همان پروتکل با یک قطعه بحثی در مرز دو کشور دعوا دارد. من گفتم که این زمین ماست، ما از طریق آن علاقه 100 سال باز به لیلک روا داریم، ولی آنها این سند را نشان میدهند. در این پروتکل مادمورودوف 275 متر زمین را مال تاجیکستان اعتراف میکند و برای 49 سال این زمین را برای اجاره میخواهد. آنها میگویند که 12 سالش گذشت و بعد 37 سال ما این قطعه را میبندیم یا از طریق مذاکرات اجارهش را باز دوام میدهیم. من گفتم که مادمورودوف صلاحیت امضا کردن پروتکل را نداشت و آن قوه قانونی ندارد. برای حل مسائل مرزی اول کمیسیون بین حکومتی کار میکند، سپس سازشنامه به دست پرزیدنت سپرده می شود و بعدا برای تصویب به پارلمان فرستاده می شود. هیچ نهاد دیگری حق امضای چنین سند را ندارد. من گفتم که دایر به این قطعه زمین نباید یگان بحث باشد. من می توانم به این مسئله نقطه گذارم، ولی در آن صورت بعد 37 سال ناحیه لیلک به انکلاو تبدیل خواهد یافت، گفت صادر جباروف. قبلا مادمورودوف از امضایش در پروتکل سال 2009 حمایت کرده گفت محض به شرافت همین پروتکل امروز تمام ماشینایی که از سلکوتا برا میبرویند بدون ممانعت به دیگر قسمت‌های قرقیزستان از جمله به بیشکک حرکت میکنند. مادمورودوف گفت امضای پروتکل در همان شب و روز درست بود، ولی از بس که پارلمان آن را تصویب نکرده است پروتکل سال 2009 دیگر یگان قوه قانونی ندارد. و گفته پرزیدنت قرقیزستان در ناحیه لیلک و بادکن در عموم 210,000 گکتار زمین بحثی به شمار می رود. آنها می گویند این زمین ها سال 1924 به شما داده شدند. من جواب دادم اگر چنین است سال 1924 ما هم به شما مرغاب را دادیم که مساحتش 3 میلیون گکتار است، پس بیایید اول مرغاب را برگردانید. آنها به این راضی نیستند، گفت جباروف.
او افزود که مذاکره ها ادامه دارند و اخیرا دو جانب باز 8 کیلومتر دیگر از مرز بین قرقیزستان و تاجیکستان را معاین کردند. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، دوشنبه و بشکک از 971 کیلومتر مرز دو کشور تا امروز همگی چیز بیشتر از 500 کیلومترش را تعیین و علامت گذاری کرده. تا 8 سال آخر در گفت و شنیدهای مرزی دیگر یگان کیلومتر پیش نرفته بودند. در پایان ماه اپریل سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مناقشه خونینی روی داد که در آن از طرف قرقیزستان 36 نفر کشته و 154 نفر زخمی شده، از جانب تاجیکستان 19 کشته و 87 زخمی به جا گذاشت. این مناقشه خونین‌ترین در تاریخ بحث‌های مرزی آسیای مرکزی به شمار می‌رود. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزیر انرژتیک قرقیزستان دوستقل بیک میرزویف به ژورنالیستان گفت که در پی نشر خبر صادرات نیروی برق تاجیکستان به قرقیزستان در کشور همسایه شور و غوغا برخاست و دوشنبه الکی بعد 4 روز انتقال برق را قطع کرد. بیک میرزویف گفت قرقیزستان فرصت نیافت که با تاجیکستان حتی قرارداد بندد. بعد نشر خبر واردات نیروی برق از تاجیکستان در آنجا شور و غوغا برپا کردند، چون که در آنجا هم سیاستمداران هستند. ما تنها 4 روز توانستیم از تاجیکستان نیروی برق بگیریم، نقل قول کرده است سخنان بیک میرزویف را خبرگزاری قرقیزی 24 کگه. خبر قطع شدن انتقال برق به قرقیزستان را در دوشنبه هنوز شرح ندادند و روشن نیست که آیا این خبر به خاطر فرو نشاندن به تعبیر وزیر قرقیز شور و غوغا در تاجیکستان پهن کرده شده است و یا در حقیقت انتقال برق از تاجیکستان به قرقیزستان قطع شده است. ولی اگر در حقیقت بعد 4 روز یعنی الکی 4 اکتبر قطع شده باشد، پس باز هم ناروشن باقی میماند که چرا خبرش را بعد قریب 20 روز به مطبوع دادند. دوستقل بیک میرزویف قبلا خودش خبر داده بود که قرقیزستان در پیشروی زمستان به کمبود شدید نیروی برق گرفتار شده است. از 1 اکتبر وارد نیروی برق از کشورهای همسایه از جمله از تاجیکستان را سر کرده است، ولی جانب تاجیکستان چند روز بعد این را رد کرده و گفت جانب تاجیکستان به قرقیزستان درباره امکان صادرات نیروی برقش یگان نوع پیشنهاد نگرفته است. اما این اظهارات دوشنبه در پی موج اعتراضات در جامعه نشد. ساکنان از خبر آغاز صادرات برق به قرقیزستان و ادامه فروش به افغانستان که تحت نظارت گروه تندرو به تاجیکستان دشمن طالبان افتاد به خشم آمده میگفتند در حالی که خود تاجیکستان به کمبود شدید و لیمیت نیروی برق روبرو شده است، شرکت برق تاجیک با کدام رو برق کشورها به کشورهایی که دوست نیستند میفروشد. از اول اکتبر در بسیاری از شهر و نویه‌های تاجیکستان نیروی برق با لیمیت شدید 3 ساعت صبح و 5 ساعت شام داده می شود و 16 ساعت باقی مانده انتقال برق به اهالی در مناطق دهات و حتی در برخی شهرهای جمهوری پورا قطع کرده می شود. وزیر کارهای خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف روز 22 اکتبر در مصاحبه با ژورنالیستان روسیه گفت مسئله اعتراف حکومت طالبان در دست بررسی قرار دارد، ولی آنها برای این باید به وعده خود جهت مبارزه با تروریسم عمل کنند. مسئله اعتراف حکومت طالبان البته در روزنامه ایستاده است. ما با اتفاقچیان و شریکان خود یک جایه به سوی این پیش می رویم و شرطهای در نزد طالبان گذاشته شده چنان جدیدند که به صورت علاوه حل و فصل کردن آنها خطرناک است. ما نمی توانیم و همچنان وجود داشتن فعالیت‌های تروریستی یا مبارزه ناکافی به ضد آن از طرف طالبان چشم بپوشیم و آنها را اعتراف کنیم. نقل قول کرده است از رهبر اداره سیاسی خارجی ازبکستان خبرگزاری‌های روسی تاس. کامیلوف گفت تاشکند از موقع روسیه که پرزیدنتش ولادیمیر پوتین در محفل ولدای بیان کرد دستگیری میکند و نتیجه های نشست روز 20 اکتبر در مسکو پیرامون افغانستان را زمینه معتمد برای حل مسائل این کشور جنگ زده می شمارد. یادآور می شویم پوتین روز 21 اکتبر در محفل بین المللی مباحثوی ولدای از حرکت طالبان توصیف کرده که کوشش دارد تا از افراد تندرو خلاص شود. پوتین از جمله
از تلاش طالبان برای فاصله گرفتن از جنگجویان داعش که آنها را او همصفان سابق طالبان نام برد مثال آورد. پوتین همچنین حرکت طالبان را حرکت مردم پشتو نامیده و گفت آنها باید با خلقهای دیگر ساکن افغانستان زبان بیابند. برای مثال آنها باید با تاجک ها زبان بیابند، چون که تاجک ها بنا به حسابهای گوناگون از 40 تا 40% اهالی افغانستان را تشکیل میدهند. آخر این خیلی زیاد است. درست است آنجا باز ازبک ها هستند، هزاره ها هستند، ولی در حکومت تشکیل کرده طالبان نمایندگان خلقهای دیگر هم هستند، ولی آنها در مقام اول نیستند. ولی این مردم در نظام اداره کشورشان مقام های مهم میخواهند. اظهار داشت ولادیمیر پوتین. روز 20 اکتبر در مسکو در نشست مخصوص افغانستان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر به اهمیت تشکیل حکومت فراگیر و از می بردن همه گونه منبع تهدید به کشورهای همسایه بخصوص به تاجیکستان که شریک استراتژی روسیه در منطقه به شمار می رود تاکید کرد و گفت طالبان باید در این مسئله زیرکی نشان بدهند. عبدالعزیز کاملوف نیز از طالبان تفسیر کرد که با وعده عفو پیش روی فرو ریختن موج گریزه ها را گرفته توانستند. آنها را آرام کردند و گفتند که به خانه هایتان برگردید و آسوده زندگی کنید. بعد این کسی کوشش عبور مرز نمی کند. ما از اول گفتیم که گریزه ها را قبول نمی کنیم و برایشان اردوگاه نمی سازیم، گفت وزیر کارهای خارجه ازبکستان. عبدالعزیز کاملوف نخستین وزیر خارجه و بلندترین مقام دولتی از کشورهای آسیای مرکزی بود که بعد غصب افغانستان از سوی جنگیان طالبان به کابل سفر کرده و روز 7 اکتبر با یک عده از رهبران به نام امارت اسلامی که طالبان اعلان کردند واخورد. مرکز میراث خطی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر داد که صبح 22 اکتبر دل دانشمند شناخته تاجیک سعید شهاب‌الدینوف در سن 78 از تپیدن باز ماند. مرکز میراث خطی سعید شهاب‌الدینوف را از جمله دانشمندان ورزیده ساحه علم شرقشناسی و سابقه داران اکادمی نام برده مرگ او را تلفات برای علم تاجیک نامیده است. نام صدرالدین شهاب‌الدینوف پیش از همه به عنوان نفری که شاهاثر ابالی ابن سینا قانون طب را سالهای دراز به تاجیکی ترجمه و در نهایت نشر کرد. کارمند اکادمی امید پودینایف سعید شهاب‌الدینوف را شیخ اکادمی نامیده نوشته است. استاد ارجمند سعید نورالدین شهاب‌الدینوف شرقشناس، عرب شناس، ترجمان و دانشمند علوم اسلامی و از مترجمان بزرگ آثار ابالی ابن سینا بود. سعید نورالدین شهاب‌الدینوف 9 سپتامبر سال 1943 در سابق نویه لنین به جهان آمده. سال 1967 شعبه عربی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او بعد ختم دانشگاه 2 سال از سالهای 1967 تا 1969 در مکتب زادگاهش معلمی کرده. سالهای 1969 1972 در اسپرانتوره پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علم‌های تاجیکستان تحصیل کرد. از آن به بعد سعید نورالدین شهاب‌الدینوف تا واپسین روزهای عمرش در همین درگاه علمی انستیتوت شرقشناسی و میراث خطی خدمت کرده است. شادروان تمام هنر و استعداد خود را اساساً به ترجمه آثار گرانمایه شیخ الرئیس ابالی ابن سینا نموده در سمت مذکور شهرت سزاوار جهانی و احترام و اعتقاد عمومی گردیده است. علل خصوص ترجمه علمی رساله بنیادی ابالی ابن سینا القانون فی الطب که در طول سالیان دراز شادروان به واسطه از عربی به تاجیکی گردانده بود. متن مکمل آن امروز تحت عنوان قانون طب از دست چاپ بیرون آمد. ثمره دانش و زحمت بی‌نظیر او می باشد. نوشته است مرکز میراث خطی در نامه تزیه‌اش. در عموم در نشریه‌های با نفوذ وطنی و خارجی بیش از 60 مقاله علمی و علمی عمومی صدرالدین شهاب‌الدینوف نشر شدند. ژان کلود وان دام ستاره مشهور هالیوود روز 22 اکتبر 4 روز بعد از زادروز 61 خود در صفحه‌اش در فیسبوک 6 عکس نو را از سلسله دوستان نو از سراسر دنیا نشر کرد. در بین آنهایی که عکسشان با ستاره شورتیار در صفحه‌اش در فیسبوک نشر شد اسدالله رحمان یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان در مسائل کادرها نیز است که او را به دلیل نفوذ زیادش در سیاست کادری حکومت کنونی کشور حتی
وزیر کادرهای تاجیکستان هم نام میبرند. معلوم نیست که این عکس‌ها کی و در کجا و در چه شرایط ثبت شدند. تنها یکی از کاربران نوشته است که اسدالله رحمان با وندم در فرانسه واخورده است. در اول دهه دوم ماه اکتبر هیئت عالی تاجیکستان برابری پرزیدنت امامعلی رحمان با یک سفر 3 روزه از فرانسه بازدید کرده بود. عکس مشترک وندم با اسدالله رحمان بیش از 10,000 لایک جمع آورده صدها نفر آن را بازنشر کردند و چندین کاربر تاجیک در زیرش نوشتند از دیدن هموطن خود در پهلوی این ستاره هالیوود افتخار میکنند. ژان کلود وندم 18 اکتبر سال 1960 در بلژیک به دنیا آمده. راهش به سوی قله‌های شهرت را در جوانی از ورزش سر کرده است. او در ورزش بدنسازی قهرمان مطلق بلژیک شده در چمپیونات اروپا جای سوم را به دست آورده بود. وندم همچنین در کیک باکسینگ و کاراته صاحب کمربند سیاه و 3 کرات قهرمان جهان گردیده. از 55 نبردش در میدان 53 نبرد را برده است، از جمله 50 نبرد را با نکاوت. در سالهای 80 وندم به امریکا کوچیده به اجرای نقش‌های اساسی در فیلم‌های پرخریدار هالیوود سر کرد. او در طول سابقه هنریش در بیش از 50 فیلم نقش آفریده است که مشهورترین هایش ورزش خونین، کیک باکسر، فرار از ارتش، ضربه جفت، سرباز اونیورسالی، رزمنده کوچکی و لیگانر می باشد. اسدالله رحمان یک عضو کلیدی و پرنفوذ کمانده کنونی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به خصوص در سیاست کادری به شمار می رود. اسدالله رحمان 1 ینور سال 1973 در دهه پوشنگ دنیای دنغره به دنیا آمده. رشته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و اکادمی خدمت دولتی مربوط به پرزیدنت روسیه را ختم کرده است. نامزد علوم سیاست اسدالله رحمان ماه اپریل سال 2005 وقتی همگی 32 سال داشت رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان تعیین شد. او آن وقت جوانترین وزیر در هیئت حکومت تاجیکستان بود. او ماه مارس سال 2015 یاردمچی پرزیدنت در مسئله کادرها تعیین شد. این مقام را به دلیل نفوذ فوق‌العاده‌اش در سیاست کادری حکومت بسیاری‌ها حتی وزیر کادرها هم نام میبرند. اسدالله رحمان صاحب 3 دختر است. با اردن اسماعیل سامانی درجه 2 سرفرازگردانیده شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت قلابی خبر داد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه سینا با عریضه مرد 42 ساله ساکن شهر ایسار مراجعت نموده است که ماه فوریه سال 2008 در کوچه یکچنار پایتخت مرد 51 ساله ساکن جماعت دیهات لچوب نویه مذکور با راه فریب به باوریش در آمده از او $40,000 آمریکایی گرفته و وعده داده است که در محله زرافشان شهر دوشنبه خانه استقامتی گرفته می‌دهد، اما تا حال او را فریب داده گریخته گشته است. وزارت کارهای داخلی گفت تفتیش این دعوا ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.